الکسی با شنیدن خبر قتل حس قدیمی خود به عنوان کاراگاه را دوباره احساس کرد. او می‌دانست که مسکو جایی نیست که اینگونه اتفاقات بدون دلیل رخ دهند و این قتل به احتمال زیاد چیزی بیش از یک تصادف یا دشمنی ساده است. ایوان، سردسته مافیای معروف، حالا در معرض خطر بیشتری قرار داشت. او از الکسی خواسته بود تا در سکوت موضوع را بررسی کند بدون توجه بیش از حد مقامات. الکسی ابتدا به صحنه قتل رفت. یک خیابان باریک و نیمه تاریک در مرکز مسکو که به طرز عجیبی خالی به نظر می رسید. نگاهی به اطراف انداخت و به لکه‌های خون روی زمین توجه کرد. همه چیز نشان از یک قتل از پیش برنامه‌ریزی شده داشت. هیچ نشانی از مبارزه یا تقلا دیده نمی‌شد. انگار که قربانی کسی را می‌شناخته است. کنار دیوار او به سرنخی کوچک برخورد کرد. قطعه‌ای از یک کاغذ پاره شده با علامتی خاص که برایش آشنا به نظر می‌رسید. الکسی پس از بررسی بیشتر به سراغ سرگئی، یکی از دوستان قدیمیش که در بازار سیاه مسکو فعال بود، رفت. سرگئی در یک کافه مخفیانه کار می‌کرد و معمولاً اطلاعات زیادی از دنیای زیرزمینی داشت. پس از اندکی صحبت، سرگئی به او گفت: این موضوع پیچیده‌تر از چیزی است که فکر می‌کنی، الکسی. در پشت این قتل شاید کسی از نزدیکان ایوان دخیل باشد. الکسی با تعجب به سرگئی نگاه کرد، اما سرنخ مهمی در دست داشت. او سپس به سراغ خانواده ایوان رفت، جایی که با برادر او دیمیتری روبرو شد. دیمیتری مردی بود با چهره سرد و سخت، اما وقتی از او درباره قتل پرسید تنها سکوت کرد. این سکوت اما بیشتر از هر حرفی برای الکسی معنادار بود. به نظر می رسید که دیمیتری چیزی می داند، اما نمی خواهد آن را فاش کند. چند روز بعد الکسی به پیامی ناشناس برخورد کرد که در آن نوشته شده بود: دور بمان وگرنه بعدی تو خواهی بود. این پیام برایش روشن کرد که در حال نزدیک شدن به حقیقتی است که برخی نمی‌خواهند فاش شود. اما الکسی تسلیم نمی‌شد. او در اعماق فکر خود فهمید که احتمالاً خیانتی در میان خانواده ایوان رخ داده است. در شب سرد دیگری الکسی تصمیم گرفت ایوان را در باشگاهش ملاقات کند. باشگاهی که تنها افراد خاصی به آن راه داشتند و پناهگاه ایوان به حساب می آمد. الکسی با چهره جدی و مصمم وارد شد و پس از عبور از محافظان به ایوان رسید. او بدون مقدمه گفت: ایوان، فکر می کنم یکی از نزدیکانت به تو خیانت کرده. شاید این قتل برای ترساندن تو بوده. شاید هم پیامی از درون. ایوان که برای لحظه‌ای دچار تردید شده بود به او نگاهی انداخت و سپس با صدای آرامی گفت: خیانت همیشه از کسانی است که به آنها اعتماد داریم، اما نمیدانم باید به چه کسی شک کنم. همه به من وفادارند یا حداقل وانمود می‌کنند. الکسی به او گفت که به دیمیتری مشکوک است، اما این موضوع برای ایوان غیر قابل قبول به نظر می‌رسید. با این حال تصمیم گرفتند تا نقشه‌ای بکشند و دیمیتری را مورد آزمایش قرار دهند. در یک معامله ساختگی قصد داشتند تا از دیمیتری اطلاعاتی به دست آورند و واکنش او را بسنجند. روز معامله فرا رسید و در حالی که همه چیز طبق نقشه پیش می‌رفت، ناگهان دیمیتری با گروهی مسلح وارد شد و سلاح خود را به سوی ایوان نشانه رفت. الکسی که این لحظه را پیش بینی کرده بود، فوراً وارد عمل شد و توانست دیمیتری را خلع سلاح کند. در نهایت مشخص شد که دیمیتری به دلیل اختلافات قدیمی و حسادت‌های گذشته تصمیم گرفته بود تا با حذف ایوان کنترل بیشتری بر مافیا به دست آورد. ایوان به الکسی نگاه کرد و با لحنی خسته گفت: همیشه نزدیکترین افراد هستند که خنجر را از پشت میزنند. اگه از این محتوا خوشت اومده حتما یه لایک بده و کانال رو دنبال کن. این تازه شروعشه.